5 تا کار باید انجام بدیم در قبال قرآن. یک، خوب گوش دادن به آیات قرآن. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقتی قرآن خوانده میشه باید چه؟ سر تا پا گوش. هیچ عزیزی زنگ تلفنش و موبایلش و قرآن نگذاره. بعضی عزیزان فکر میکنن که اگر آهنگ موبایلشون قرآن بذارن خیلی کار خوبیه، این تقواست. نه، چون وقتی قرآن خونده میشه دستور اکید خداونده، وقتی قرآن خونده میشه گوش بدید و ساکت باشید، شاید شما رحم بشید. طرف موبایلش آهنگش گذاشته قرآن، تا زنگ میزنید قرآن میخونه، یک دفعه تق قطع میکنه، حرف تو رو گوش میده، کلام خدا رو قطع میکنه. تق آهنگ موبایلتون یک زنگ معمولی باشه، نه خواننده ها نه اونایی که فکر میکنن متدینن قرآن بذارن تو آهنگ موبایلشون، چون وقتی قرآن خواست تو حق نداری قطعش بکنی، باید گوشش بدی. الله داره با تو صحبت میکنه. خوب گوش دادن، بعد خوب خوندن، خوب تلفظ کردن. و رتل القرآن ترتیلا، قرآن را زیبا شمرده با دقت با حوصله بخونید. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کسی قرآن را خوش آهنگی، خوش آوازی، صدای زیبا نخواند از ما نیست. الله اکبر، چه صداهای زیبایی الان تلاوت کردن که لذت بردیم. باور بکن چه آرامشی است. این قرآن باید وارد قلبهای ما، زندگی ما، خانه ما در باز بکنیم تا قرآن بیاد تو زندگی ما، تو زندگی بچه های ما. هر کاری که خدا دوست داره با این کلامش با دلهای ما و بچه ها و خانواده های ما انجام بده. بذارید قرآن ما رو تربیت بکنه. عمل سوم در قبال قرآن، بعد از اینکه خوب گوش دادید، بعد خوب تلفظ کردید، خوب خوندید، خوب فهمیدن قرآنه. قرآن درست خوندنش ثواب داره، هر حرفی 10 حسنه، ولی هدف عمل کردن به قرآنه. ما باید در قرآن تدبر بکنیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اونهایی که برای فقط اکتفا میکنن و لذت میبرن برای خوندن قرآن، اگر توجه به معانی قرآن نکنن بیچاره و محروم و بدبختن. با وجود قرآن تو سینه‌ش حافظ هست اما نمیفهمه، برای فهم قرآن تلاش نمیکنه. پس گام سوم خوب فهمیدن. گام چهارم، هدف فهمیدن تنها نیست. لما تقولون ما لا تفعلون. بعد از اینکه آگاه شدید باید عمل کنید. بعد از اینکه جهل از صدور شد و فهمیدید، باید یه تفاوتی باشه بین نفهمیدن و فهمیدن. تفاوتش فقط عمله. اونی که نمیفهمه و اونی که میفهمه عمل نمیکنه مثل همه. اونی که نمیفهمه عمل نمیکنه، اونم که میفهمه عمل نمیکنه، این دیگه بدتره. پس تفاوت بین نفهمیدن و فهمیدن عمل کردن، بلکه اونی که میفهمه عمل نمیکنه خیلی بدتره. احترام چهارم قرآن، احترام اول قرآن خوب گوش دادن، ساکت ماندن وقتی قرآن تلاوت میشه. احترام دوم خوب تلفظ کردن، همینطوری که عزیزان میخوندن شما تلفظ میکردید. احترام سوم خوب فهمیدن. احترام چهارم خوب عمل کردن. احترام پنجم وقتی که خوب گوش دادید، خوب تلفظ کردید، خوب خوندید، خوب فهمیدید، خوب عمل کردید، حالا یه وظیفه دیگه هم دارید که خوب برسانی به دیگران، زکاتشو بدید. اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیرکم من تعلم القرآن. بهترین شما کسی که قرآن رو یاد بگیره. به همین قد نه، 5 تا عمله، 4 تاش شما بهترین نیستید چون یه چیز شخصیه. 4 چیز انجام میدید فقط مال خودته. خوب گوش میدید، خوب میخونید، خوب میفهمید، خوب عمل میکنید. اما وقتی پنجم انجام دادید، خوب به دیگران آموزش دادید، تو میشی بهترین. دیگه نفع تو و خیر تو متعدی شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیرکم من تعلم القرآن و علمه.
بهترین شما کسی است که قرآن رو یاد میگیره و بعد قرآن رو یاد بده، تلفظ قرآن یاد مردم بده، فهم قرآن یاد مردم بده، کلاس روحانی و تجوید بگذاره، بعد کلاس تفسیر بذاره، فهم قرآن، مردم رو دعوت بکنه به تفکر در قرآن رو آیات، بعد تشویق به عمل. چقدر زیباست هر کسی قرآن بلده، تفسیر بلده، فهم درستی داره به دیگران یاد بده.